ayaz هوشیار باش. ayaz در پست. خوش آمدی بچه به عقل، به ناموس. بین دختری دوست داشته تو را تا اینجا آورد. هرگز از سرت میپرانم. سلاح را پرتو لعنت خدا بر تو باد. جانان دخترم، اول دلی او را یافتی، بعدم به اینجا آوردی، حالا باشد گریه میکنی؟ آخر این را چی خیل فهمم دخترم؟ نه دروغ میگوید ایاز. قسم میخورم که دروغ میگوید. کی به تو گفت که ایاز رو به اینجا دعوت کردم؟ اپک یا که طریق بگو. آرام ایازی بدبخت، زنها را دیدی؟ خوبتر شناس. تو حالا کودک هستی نمیدانی. اینها اول دل و جگرت را میخورند، بعد گریه میکنند. این اشک تیمساح است. ایاز به او باور نکن. قسم میخورم که دروغ میگوید. تو شیطان هستی، شیطان. گم شو. دستت را گیر. یک قدمی دیگر گذار، یک قدمی دیگر. این کار را نکن. این دفعه او را دستگیر کرده میگید. دستگیر کرده. ناممکن است. ایاز دادرم. به او دست نرسان. میدونی که تو بسیار خنده آور هستی. تا حال او را محافظت میکنی؟ ایاز التماس نرو. التماس به نزد جانان نرو ایاز. اکنون راه گرد میرویم. او را به کجا میبری؟ با او کاردار نشو حیوان. بسیار لقیدی. من همت رزیل ایستا، تو را میکشم. خدایا یاری ده و من راه نشان ده. ظفر بیار ضربه خوب. ظفر او را سرده. با این من و یگید مشغول میشویم. تو باشی این را گرفته به خانه اش ببر. احتیاط شو که به پلیس خبر ندی. او را سرده. به اینجا بیا. سرده مرا سرده. یوریده. راه گرد. سوار شو. بشین. ماشین را به کار درآر. گید کمی با این بی‌ناموس مشغول شویم. خدایا تولا میکنم که دیر نکنم. تولا میکنم. تو چی درد داری؟ از من چی میخواهی؟ آرام شو جوان. از من چی میخواهی گفتم؟ گپ را نمیفهمی حیوان؟ آرام شو گفتم. دستی حرامت رو بگیر. با من دست نرسان. مرا عصبی میکنی. من حاضر تو را میکشم. یکی تو چی کار میکنی؟ این چه ماشین راندن است؟ از پیش گربه برآمد. نخواستم که پخشش کنم. حاضر میگفتم گربه‌ات را. ماشین را درست راند. ببخشید جناب.
در اینجا چی شده است؟ ایاز اینها در کجا باشند؟ با کجا می رویم جناب؟ این راه در یادی من نیست. البته یادت نمی آید. برای اون که از این پیش باری به اینجا نآمده ای، اینجا مکانی است که مهمانان مخصوص را پیشواز میگیریم. انا همین طور ایاز بدان که تو را به جای خوب میبریم. برایت خوب است. کمتر پس در طرف راست دار. اینجا بیا ناجینس. با مهمان خانه بیا راهگرد. هماش تمام شد کلیش دهم. راهگرد. زود این را بره. بدرون. خوش آمده ایگید. آرام شو. ما نظارت کردیم و این منطقه به خطر است. تشکر. راهگرد. زودتر. دختر زیبایم بر وقت آمده. تو چگونه انسان هستی؟ ذره وجدان و رحم نداری؟ تو چه ها میگویی ای دختر؟ اول این که حدت را بدان. من حدم رو میدونم، خواطر نشو. اما تو انسان شده میتوانی، اینش رو نمیدونم. آیدی ایاز تو خبر کشیدی؟ بگو جایش رو تو گفتی؟ اگر جانان مرا قبول نکند چی؟ اگر گپ زدن نخواهد؟ سواش جان خواطر نشو، من حل میکنم. آخر جانان از گپم نمیگذره. با این زیبایی نگاه کن، این معصومی را ببین، با چشمانم نگاه کن که چون این چشمان رو دارد. او را راضی میکنم. رفتیم. چرا این خیر کردی؟ بگو چرا؟ اگر به ایاز یگان چیز شود سبب گورش تو هستی. اگر ذره ضرر بیاد بس است. تو که ایاز است دل و جگر ما رو خون کردی، ناموسمون رو زیر پا کردی و پیش مردم ما رو شرمنده کردی. دخترم میدونی تو فاتحه شده ای، فهمیدی؟ فاتحه با جایی که شرم و حیا کنی تو باشی با اون جوانی بدبخت، با اون ایازی بدبخت در گلبشی و هر کجا وا میخوری. باز به نزد من آمده درس انسان بودن را میدهی. تو باره با خودت نگاه کن. مادامی که اون بدبخت را بسیار دوست میداشتی چرا نگریختی؟ برای چی با سوش آیله دار میشوم گفته یک روی کردیم؟ برای چی؟ جواب ده. برای چی؟ برای ایاز، به خاطر حیاتی ایاز. تو فکر میکنی که من پروای سوش رو دارم؟ من برای آن راضی شدم که کلیچ ایاز رو نکشد. با پسرش آیله دار شده جان ایاز رو نجات دادم. اما شما عشق پاک رو از کجا هم میفهمید؟ من تنها ایاز رو دوست داشتم. فهمیدی؟ ایاز رو دوست داشتم. سواش پسرم خوش آمدی. منو جانان را تنها گذارید. اما ما وای چی؟ تنها گذارید گفتم. فهمو رفتیم پسرم. ای جوانی بدبخت، چی گفتن؟
یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر در دست ملخک. تو چیکار کردی؟ دیدی که تو هم به دستم افتادی. بیناموسی لعنتی. چی گفتی؟ بیناموسی لعنتی گفتم. ما را گوش کن حیوان. هنگامی با تو تمام کردن کارم زبانت را میبرم. التجا میکنی که مرا بکش، اما آوازت نمیبراید. میدونی قلیش دهم، از تو ذره ترس ندارم. برای همین نمایشات را یک سو گذار، مثل مسخره باز میشوی. این هم خنداور است ها؟ خنداور است ها؟ گوش کن جوانی بدبخت، امروز در اینجا مانندی بلبل میسرایی مرا فهمیدی؟ امروز میگویی که کی به تحسین کلاهلو حجت ها را دسترس میکند، کی یاری میدهد؟ نمیدونم، من چیزی را نمیدونم. مگر من دیوانه هستم؟ ها؟ به من نگاه کن. از وقتی که تو به نزد تحسین رفتی کسی با ما نغمه میکند. حجت هایی که او در دست دارد تو دسترس کرده ای. با کی همکاری میکنی؟ بگو. من با کسی همکاری نمیکنم. ها، همین خیل. این خیل کی باشد؟ چه خیلی که گفتند گنجشک را کی کشد قصاب. خب خودت میدانی مال از آنی توست دیگی جان، گوشت و استخوانش از آنی توست. چیزی که خواهی همش را بکن. تنها این را استفاده نکن، به این شود. اینها را استفاده میکنی. فهمیدی؟ حالا باشد. مرحمت، صحنه از آن شماست. سواش گوش کن. شنیده هایم همش دروغ است و میدونم که تو برای غمگین کردنی من گفتی. تو مرا دوست میداری، سخت دوست میداری. حالا باشد حقیقت را بگو. با من بگو که تو را دوست میدارم. تو رو دوست نمیدارم و هیچگاه دوست نمیداشتم. من تنها ایاز رو دوست میدارم. فهمیدی؟ ایاز رو. خیر، تمام. عذر میخواهم. این خیل شدنش رو نمیخواستم. عذر میخوایی؟ عذر میخوایی؟ مگر تنها با یک عذر همه چیز خوب میشود؟ مگر با یک عذر من تو رو از دلم برآوردم بتوانم؟ برای تو همه کار را کردم، سالها باز میکنم و از آوان کودکیم تنها تو را دوست داشتم. مردنی وار دوست داشتم، مردنی وار. میفهمی؟ سواش، من بعد همه چیز رو میدونی. از دستی من یگان کار نمی آید. من تنها یک چیز رو میدونم که تو با من نیرنگ کردی، مسخره کردی. مگر این همه اینقدر آسان است؟ سواش، متاسفانه همین خیل است. اما با این شما سبب شدید. این گناه شماست. من این بازی رو دوام داده نمیتوانم. با آخر رسید. فهمیدی؟ با آخر تو من تمام نگویم، تمام نخواهد شد. تو حال مرا دوست میداری. بگو که مرا دوست میداری. مرا عذاب میدهی. سر ده. با من جواب ده و دوست داشتنت را بگو. جواب ده. سر ده گفتم. سر ده. دوست میدارم بگو زود.
مرا عذاب میدهی سرده. پدر؟ در خانه چی گپ است؟ جانان! دروغ گفتم بگو و تو رو دوست میدارم بگو. بگو! دستم درد کرد سرده. در اینجا چی گپ است؟ پدر تو رخزن هستی؟ چی کار میکنی؟ تو یک طرفیست و دخالت نکن. اگر بار دیگر به دخترم دست رسانی تو را میکشم فهمیدی؟ از خانم دفع شو. جانان این کار در اینجا به آخر نمیرسد. با تو میگویم که به آخر نمیرسد. در اینجا چه گپ شد جانان؟ حیاتم بین جوان‌ها چنین مناقشه میشود و نباید اهمیتی بسیار ده. همین خیلی نیست؟ تو چرا به افت یاری نمیدی؟ با دهانی سواش نخواب دو موش زده نمیتوانی. پدر جان یک لحظه مرا گوش کن. بس کن بس. توف به تو انسان. سر کن یگید قرصک را انتظاری ها؟ یا این که پیر شدی؟ یگید پسرم تا سحر تو را انتظار شده نمیتوانم. کارت را آغاز کن زود. چی شد؟ میترسی که بعداً حساب رو برابر میکنم جناب یگید؟ چرا زده نمیتوانی؟ چی رو انتظار هستی؟ ها؟ بزن آخر ترسانچک. چرا از عهده ای کار نمیبروی؟ جناب خلیج آدمی باوری ناکترینت همین است؟ ها؟ این حتی مورچه رو هم کشته نمیتواند. تو چی ها میگویی؟ ها؟ نه با این کار پیش نمی رود. خودت بیا زودتر بیا آغاز کنیم. بیا آخر. مایلش گبزن حجت ها رو از که گرفتی؟ تو را نکشم. گبزن من چیزی را نمیدونم. گبزن یک بار دیگر گبزن بسیار جانان خوب هستی؟ خوبم کلیج دهن بدان گرفتار کرده ایاز رو را برد. در آنجا چی گپ شد؟ همه چیز رو با من نقل کن جانان. همه چیز رو نقل کن. ناگهان پیدا شده با سلاح سرش را به نشان گرفته برد. فهمو ولی به کجا بردنشان را میدانی؟ جانان این بسیار مهم است. خوب فکر کن. من یگان چیز رو نمیدونم و یگان چیز رو در یاد ندارم. همش در یک ثانیه عملی شد. یک آدمی وی مرا به خانه آورد و فهمو آرام شو. من حتما ایاز رو پیدا میکنم. حالا باشد تو به خانه رو. وقتی که یگان خبر شنوم زود به تو زنگ میزنم. نه من هم میروم. اینجا آرام نشسته نمیتوانم. تو در جای من میبودی چی کار میکردی؟ خودت را به جای من گذار التماس. جانان تو رو همراه خود گرفته نمیتوانم. جانان گبزن حجت ها رو از که گرفتی؟ گبزن ای باشه گبزن تو که خلاص شوی. نزدیک بیا به گوشت میگویم. غمگین نشو غمگین نشو. زن رحم نکن. اگر نزنی نه تو و نه من از اینجا زنده نمیبراییم.
با حرمت خدا بزن. التماس. چی شد؟ کی بودنش را گفت؟ تا سحر زنیم هم گپ نمیزده است. با قول خودش مسخره میکند. کار را کشان. گپ زن لعنتی، نباشد تو را میکشم. آرام شوید. گپ زدنش هم قریب شده است. کمی پس گپ میزند. از گپ زدن میترسد، برای همین میخواد که پرانید. اگر کشد خواهشش رو اجرا میکنید. گوش کن یگید، این سگ را یگان کاری کن تا گپ زند، وگرنه میکشمش. طاقتم طاق شد. همین جوست. اینجا یکی از جایهای مخفی ژتم است، اما نمیدونم که در اینجا هستند یا نه. پس بیا ببینیم. نه جانم، تو در درون ماشین بشین. من هم رفتن میخوام اپای گل. نمیشود جانان. اگر تو رو ببینن سری هر دویمون با بلا گرفتار میشود. گوش کن، اگر چیزی که شود از ماشین نپرو. مرا فهمیدی؟ فهمو. مرحمت. تشکر دخترم. یگان احتیاج داری؟ خدا را شکر جناب، به چیزی نیاز ندارم. اگر احتیاجی داشته باشی حتما بگو. خدا از شما راضی باشد. تشکر. سلامت باش دخترم. اوه، خوش طعم است. پسرم تینجی است. این دختر کیست؟ نپرسیدمک. این بیچاره هم قشلوقی درویش است. با سرش چی مصیبتی اومده است. همین طور به درگاه ما اومده است. به اینجا می آید، تازه میکند، طبقه را میشوید. این چنین ما برایش در حجره کتی دادیم تا یافتن جای مناسب استقامت میکند. کاری خوب کرده ای فرزندم. اصلا در محل امان یک دختری است، کسی ندارد، بیچاره. او به یتیم صاحب شده اپگی میکند. باشد. اگر مناسب دانی من با آن دختر صحبت کنم. اگر راضی شود این دختر را در آن خانه جای کنیم. چی میگویی؟ میشود؟ نخود نشود امک، بسیار خوب میشود. شما با آن دخترک صحبت کنید، من اجاره پله‌اش رو میدهم. این چنین آنها همراه شوند بسیار خوب میشود. بله بله، خوب میشود، خوب میشود. رئیس منو جیغ زدید؟ باید یگان کار کنیم بشیر. جاسوسی پرویز بر وقت به نزدی تحسین جای شده است. اگر او را آگاه نکنیم تحسین کلاغلو را به آخر میرسانند. به این راه نمیدیم. فهم خانم، اما ما چیکار هم میکنیم؟ مرا زود به نزدی تحسین ببر. من خودم با او میخورم. بعدم گرفتار نشده باید از آن جاسوس خلاص خورد. این خطرناک است خانم. طریق تلفن گویه چیه؟ نه نمیشود. شاید تلفن رو گوش کنند. من باید خودم بخورم. تو رفته زود ماشین رو بیار و من تیار شده میآیم. رو. خوب شده است. خواهرم چای هست؟ البته ها زیرک چای دم کردم. وای، در نزد جناب تحسین یک مردی بود، پرنور. او خود کیست؟ جناب صراف برای تحسین هم اکا هم پدر و هم دوست نزدیک است. خلاص همه چیز. اینقدر به هم نزدیکن؟ آنها هم دل هستند. دوامش رو تو خودت بفهم. فهمیدم. درویش، جناب تحسین تو رو میپرسم. آمدم. در آمدم. عملیات را آغاز کنید. امشب به کار شروع میکنیم. بسیار خوب، به جناب پرویز میرسانیم. تو در اینجا انتظار شو بشیر که باز دقت جلب نکنیم. خوب شده از خانم، با دقت باشید.
این زن کی بود؟ ستاره‌اش به چشمان گرم می‌نماید. درار. برار. با تحسین حجت ها را کی داد؟ نمیدونم. درار. برار. با کی همکاری میکنی ها؟ نمیدونم. گفتم که نمیدونم. درار. چرا انتظار هستی هیگید؟ سرش را به آب درار. جناب برارم. آخر میمیرد. روز همه ما میمیریم. ایاز. 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 کی گفت که سرش را از آب برده؟ جناب آخر میمیرد و اگر بمیرد تمام کوشش هایمان بیهوده میشود. کی به ما نیران کرده است نافهمیده میمونیم. نول 63 از 472 توقف من است. ماشین را رانید. چی شد خانم؟ آدمانی پرویز در همین جا و عملیات بر وقت سر شده است. دیر کردیم بشیر. این دخترک بیاز نیست؟ خدایا توبه. تینچی باشد؟ در کجای یکای ایاز؟ تا حال مکتوبم رو نگرفتی؟ چند روز باز شما رو انتظارم. بیاز در این بیوقتی تینجی است دخترم. یگان کس را انتظار هستی؟ بله، یک دوگانم رو انتظارم. دخترم برای واخوردن دیگر جای نیافتی؟ در این شب در جایی کم آدم آخر دزد و اوباش ها هستند. توبه، خدا نگاه دارد دخترم. حق هستید امکی صراف. پس من به خونه می روم. معلوم که دوگانم نمی آید. خیر به شما شبی خوش. حالا ایست بیاز دخترم. بسیار خوب شد که تو را دیدم. اگر راضی باشی از تو یک چیز را خواهش میکنم. بفرمایید البته. اینطور نگو دخترم. من با تو چیزی نمیفرمایم. گوش کن دخترم.
دختری است که همسالی تو بوده، جای زیست ندارد. تو به یاد من آمدی و اگر در خانه جای داشته باشی همراه ایستی. ها؟ چی میگویی؟ اجاره پولیش را میدید؟ نمیشود امک. همین طور. خوب دختره، سلامت باش. من نخواد از چنین مهمان اجاره پولی گیرم. هرگاهی که خواهد بیاید نوری دیده تاجی سر. سلامت باش دختر جانم، سلامت باش. میلش تو هم در اینجا نیست. شبی خوش دختره. شبی خوش امک جان. یگید تو هم خور. نمیخورم. ها؟ نمیخورم سیرستان. اگر میخوردی خوب میشد. این جوان را بسیار زدی. بین از تو کوب ازش رفته است. معلوم است که تا سحر میستی. فکر میکنم که این جوان چیزی را نمیدونه. تو چی میگویی؟ این قدر زدی، اگر سگ میبود گپ میزد. بهترش از سرش پر رانیم. نه، از چشمانش معلوم است که میداند. میداند؟ این خیل باشد باز کمی صبر میکنیم. گل کجا شده؟ حیرانم که چیکار کنم. از برای خدا بیا و با من یاری ده. در اینجا هم نیستند. پس در کجایند اپای گل؟ ایاز رو به کجا بردند؟ نمیدونم. باید یک چند جای دیگر رو نیز ببینم. این خیلی باشد زود رفتیم. آخر چی رو انتظاریم؟ جانم، اگر خواهی تو رو به خانه ببرم. آخر در نزد من بودنت خطرناک است. حیاتت رو به خطر میگذاری. پروایی ندارم. اپا اگر به ایاز یگان چیز شود من زندگی کردن نمیتوانم. التماس رفتیم. اینجا رو تازه کن. یگید کجا می روی؟ با زفر زنگ بزنم که در کجا بودنش را بفهمم. زفر کار دارد، به دیگر جا می رود. به جایت بشه. به این هم با کسی به تماس نبرد. شخصی نامعلومی ما را نظارت می‌کند و مانند سایه است بیناموس و بیرون معلومات دادن ممکن است و زنگ زدن هم ممکن است. الو جناب، پدر بهش زنگ زدم جواب نمیدهد. یک گروه آدمان میخواهند به درون درآید. التماس زود بیایید. چی؟ فهما دخترم، نترس، من زود میآیم. زود بیایید جناب، وگرنه در رو میشکنند. در یگونجا پنهان شو. هرگز نبرو. من زود میرسم. خوب جناب، التماس شتاب کنید. باور کرد میآید. اکنون وقتی که او آید باز من اکتیاری میکنم. تو باشی ما را صورت میگیری. نیمی شب در تاریکی با یک دختری جوان تنها. اکنون همه به جای خود. کسی خطا کند با دستان خودم میکشم. هی بیدار شو. خروس ها بیدار شدن. سحر شد، تو هم بیدار شو. آوازشان را میشنوی؟
صبح بخیر. اکنون آوازی تو را میشنویم. کی حجت ها را به تحسین داد؟ بگو. نمیدانم و اگر دانم هم به تو چیزی نمیگویم. بگو حیوان. نمیدانم، گفتم که حیوان. تو چی ها میگویی نابکار؟ نمیگفته است. چی خیلی نمیگویی حیوان؟ زبانت را میکنم. جناب کمی صبر کنید، آخر این جوان همه چیز را میداند. تو به من مانع میشوی. مانع میشوی. جناب شما خطا میکنید. یک طرفی است. دهانت را کشو حیوان، کشو. دهانت را کشو که زبانت را ببرم. اپا در این جایند. چراغ رو دیدی؟ جانان، ما با تو آیدی چی صحبت کردیم؟ اپا اجازه ده تو که بیایم، شاید فایده هم رسد. با تو نگفتم. با سری چنبرک ماشین بشین و در رو قلف کن. اگر کار با موفقیت عملی نشود زود از اینجا دور شو. مرا شنیدی جانان؟ مایلش. با ماشین سوار شو زود. خدایا با ایاز و اپای گلیاری ده تولو میکنم. دهانت را کشا. کشا. آن همین خیر. جناب آخر این جوان همه چیز را میداند، چرا به من باور نمیکنید؟ اگر داند این حیوان را به گپ درار. این حیوان را به گپ درار. خوب، اما همه به بیرون براید. برای ما تنهایی در کار. اصول جزا را عوض میکنم. گوش کن. اگر خواهی دندانش را بکن، اگر خواهی دیل و گردش را بکن، اما حتما گپ زنان، وگرنه یا زبانی تو را میگیرم یا که از آنی اون را میبرم. مرا فهمیدی؟ این را گیر. همه به بیرون. زود. گبزان! کی به شما یاری میدهد؟ ایاز، دادزن. از کی حجت ها را میگیرد؟ گبزان! گبزان! آفرین، او را به گپ درآور. بسیار. صبر کن شیر بچه. کمی پس گل می آید و هر دویمون رو خلاص می کند. از اینجا می رویم. هیچ کس نمی آید اکا. می آید ایاز. گل می آید. اکا کسی اینجا رو نمی دونسته است. گل پیدا می کند. اگر او پیدا نکند من خودم راهی رفتن رو پیدا می کنم. من تو رو به دست این سگ ها نمی گذارم. خلاص می کنم. هر دویمون رو خلاص می کنم. نترس شیر بچه. نترس. من نمی ترسم اکا. اینجا تو میترسی. تو میترسی که به خاطر این دعوا مرا از دست میدی. اکا آخر تو خود گفته بودی که به خاطر این دعوا جانم رو میدیم. همین طور نه؟ من راضیم که جانم رو بدیم. اگر لازم آید برای گرفتن جان دادرت تو هم راضی شم. گوش کن اکا.
این تنها مسئله من و تو نیست. جناب تحسین، استا خلیل، مادرم و پدرم را فکر کن. برادری پی گل و ستا را فکر کن. خدا میداند که اینها خونی چند آدمانی بیگناه را ریختند، اما کم مانده است، خیلی کم مانده است. اکا این ترتیبات را ویران میکنی. کم مانده است. اگر به خاطر این جانی مرا گرفته لازم آید دستانت نلرزند. اکا من از تو هزاران بار راضیم. اکا از تو هزاران بار راضیم. ایاز دادرم. اکا دادرکم. اپا نپالانیم، ما تنها برای گرم شدن در اومدیم. نیتی بد نداریم. برخیزید میرویم. ایستید نروید. در اینجا چقدری که ایستادن خواهید ایستید. در حقیقت اپا خدا از شما راضی شود. سلامت باشید. خدا از شما راضی شود. اپا گوش کن، وقتی تو رو زنم بهوش شو. فهمیدی؟ چی کار کردی؟ یا اینکه این سگ را کشتی؟ نه، نمرده است، از هوش رفت، اما بیدار شود دوام میدهم. تا گپ زدنش دوام میدهم. با پلیس خبر دادم جناب، در راه می آیند. کاری خوب کردی درویش. زودتر ران، زودتر. خدایا دختر رو نگه دار. اینها کیستن جناب؟ چی میخوان؟ اینها دوستن یا اینکه حیوانن؟ آخر چی میخوان؟ نمیدونم پسرم، نمیدونم. زودتر ران. اوف، کجا شدی ها؟ زود باش. قریب آمدیم جناب، خدا خواهد میرسیم. خدا خواهد درویش، خدا خواهد. آماده شو، می آیند. فهما. داو درویش، داو. خوب شده جناب، می آیم. جناب من سخت ترسیدم.